Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. مذکور بازی دوری 17 است و حیاتوی دسته و حالا برای ما شما پیشنهاد کرده میشود حیاتی دسته رگرد از دسته که در اندازه برای خود موقع معینی رو کسب نماید و از تخانه جدول رها شود. البته دسته با کدام خوب بعد از چند بازی با چند امتیاز در این موقع صدای شکیدوار بلند می شود. از مرکز میدان بازی رو بازیگران خوجند آغاز میکنند و برتری خود رو نسبت به رقیب خود نشان میدهد. حالا اولین حالت بسیار هم جدی در نزد دروازه خوجند پس به کنار امکانی پرتاب کردن هم هست و اینجا ضربه زده می شود یا نه. دلشاد بزرگ ضربه او سیفی دروازه‌بان رگر حمله خوفناک از جانب بازیگران رگر تا دست 4 بر 4 از شماره بازیگران دلیر یادگاروف با توپ قرار دارد. حرکت او به پیش به سمت جریمه گاه می رود. پرتاب بسیار هم موفق حالت افساید نیست. امکانیت برای زدن گل ضربه و تیم رگر تا دست حساب رو میکشد. در بازی امروزه سروانی دسته تحت شماره 8 از صداش چکیدوار پرتاب بسیار موفق به داخل جریمه گاه و از این فرصت استفاده بردن میتوانند بازیگران تیم خوجند استفاده کرده توانست در همین لحظه و مؤلف گل شد. خوب نهایت داور اجازه میدهد و پرتاب میشود به داخل جریمه گاه. ضربه خیلی هم خوفناک بود. تلاش نباتی بازیگران خوجند. دلشاد بزرگ به جریمه گاه وارد میشود. میتواند خودی او ضربه زند. نه پاس داد به عزیز بک اما ضربه او از جانب فوتبال بزرگ احساس میکنند که فرصتی اونها کمتر است. اینجا حالت افساید. بله کمک داور با صدای انیخترش بیرقچه خود رو بالا میکند و داور صدای شکی خود رو بلند مینماید. گل زده دیان توماس سوبیدن نمیشود. تکرارا میبینیم واقعا در حالت افساید بود. چرا تو باز هم در میدان است. فرصتی نوبتی ضربه خوفناک و سیفیالی مهدی امینی دلیر یادگاروف ضربه میزند یا نه این بازیگر موقع میجهد. پرتاب ضربه بسیار مهدی امینی دیگر بار توپ رو به دست خود میگیرد. اجرای پاس این بازیگر و همین طرف صدای شکی داور بلند میشود. وقتی اساسی بازی و دقیقه اضافه کرده داور بدون تغییرات با پایان میرسد و حساب 1-1 باقی میماند در بازی رگر تا دست و خوجند اکنون